سلام. با این دو قلم جنس که میبینید تخم مرغ و مرغ پخته ریشه شده میخواییم یک غذای رژیمی خصوصا برای دیابتی های عزیز درست کنیم. تخم مرغ و نمک و زردچوبه و فلفل رو بهش اضافه کردم، به مرغای ریش شده که قبلا آماده کردم. من 5 عدد تخم مرغ برای نصف سینه مرغ انتخاب کردم، چون هرچه تخم مرغش بیشتر باشه کوکومون پوکتر در میاد. در ادامه بقیه رو میبینیم. خب کوکو رو کاملا هم زدم. میریم مایتابه‌مون رو گذاشتم داغ شده. روغن بسیار کمی میخواد. ببینید خیلی کم روغن ریختم توش، زیاد روغن نمیخواد. مایتابه که داغ شد مواد رو توش میریزم. در ادامه ببینید موادمون رو ریختیم تو مایتابه، پهنش کردم، درش رو میذارم به مدت 1 رو شعله کم آروم آروم میپزه. بعد که پخت برمیگردونیم اون روی دیگرش بپزه. بقیه ویدیو رو ادامه میدیم. خب عزیزان، همونطور که میبینید 1 روی کوکومون پخته. من کوکو رو برگردوندم، منتظرم روی دیگرش هم بپزه. بعد بچینم روی دیس تا سروش کنیم. عزیزان کوکومون آماده شد. من توی بشقاب چیدمش. ببینید فقط با 2 تا مواد غذایی یک کوکوی بسیار لذیذ و خوشمزه برای وعده‌های غذایی تونستم درست کنم که مخصوص افراد رژیمی خصوصا دیابتی‌ها میتونن از این غذا استفاده کنن که هیچ ضرری هم براشون نداره. نوش جانتون.